پسر پولدار لاشی یا پسر بی پول وفادار؟ پولدار لاشی به چه درد من میخوره؟ بی پول وفادار. بی پول وفادار. چرا؟ خب حداقل مال منه. میدونین حالا اون کسی که لاشه خب برای همه خرج میکنه، برای منم خرج. چون حقارتی رو من نمیپذیرم. بعد از کجا معلوم شد اون بی پوله حالا ساخت بعدم پولدار شد؟ با هم کار میکنیم دیگه در میاد. نقش خانومت در این که اینقدر موفق شدی چیه؟ اون زمانی منو قبول کرده که من هیچی نبودم. این بود زمانی که هیچی نداشتم کنارم، زمانی که خودمو میباختم، شریک فکر و انگیزم بود، روزایی که تو تنهایی خودم اشک میریختم، اشکم پاک میکرد. من روزایی بود گذروندیم که لوازم خونگی هم نداشتم، چون جایی منو یدک کرده که من کلا از همه چیز ناامید شده. کلا همسر والاتر از شخص، توصیفش نمیشه بکنیم. کلمه همسر مقدس‌تر از مرد.